سلام، من میخوام داخل این ویدیو چند نکته و اصول و قواعد کپشن نویسی داخل اینستا رو توضیح بدم. حتما این ویدیو رو تا آخر ببینید، لایک و کامنت هم یادتون نره. ببینید شما وقتی میخواین پستی رو داخل اینستا آپلود بکنید باید کپشن بنویسین زیرش که مخاطب ها بخونن و واچ تایم بذارن روی کپشن و این ویدیوتون خوب ترقی میشه برای اینستا. حالا مثلا ببینید حالا کپشن چیه؟ ببینید کپشن همون نوشته‌ای که زیر پست میاد و شما میرین اون رو میخونید. داخل کپشن چی چیزی باید نوشته بشه؟ ببینید شما باید بیاید یک نکته کامل کننده ویدیوتون رو داخل کپشن بنویسین که زیر ویدیو میشه. الان مثلا من چیزی که داخل این ویدیو رو ارائه ندادم داخل کپشن گفتم، به مخاطبا میگم که مثلا به داخل کپشن و یه نکته اونجا گفتم بریم ببینید. همین باعث میشه که مخاطب بره داخل کپشن و بیشتر وقت بذاره و واچ تایم برای شما به حساب میاد و همین باعث میشه که اینستا حالا یه امتیاز بهتون بده. حالا بنوز این که نکته کامل کننده ویدیو رو بریم داخل کپشن بگیم، میتونید یه کار دیگه هم انجام بدین. مثلا اونجا سوال و جواب بنویسین و به مخاطب بگین برید داخل کپشن به این سوال جواب بدید. کال تو اکشن انجام بدید، مخاطب بفرستید داخل کپشن، یا اینکه اونجا مثلا بنویسید مسابقه هست یا سوال جواب کنید، یا اینکه مثلا بگین که این ویدیو رو شیر و سیو کنید که خلاصه مخاطب روش وقت بذاره و واچ تایم بذاره. همونطور که داخل ویدیو قبلی هم بهتون گفتم شما بهتره که از کلمات کلیدی حوزه کاریتون استفاده بکنید و این هم خیلی برای پیجتون خوبه. دلیلش هم داخل ویدیو قبلی گفتم، حتما برید ویدیو قبلی رو ببینین که اسمش هم از کپشن اکسپلن خور. خب ببینید هرچی مخاطب روی کپشنتون واچ تایم بذاره این باعث میشه که حالا واچ تایمتون بیشتر شه و اینکه اکسپلن خورتون هم بیشتر میشه. ممنون که این ویدیو رو تا آخر دیدین. حتما این ویدیو رو لایک کنین، کامنت بذارین و کانال منو سابسکرایب کنید. ممنون. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.